سلام، شبتون بخیر کوچولوهای قشنگم. امشب میخوام براتون یه قصه از کتاب کلیله و دمنه بگم. اسم این قصه هست طوطی و بازرگان. یکی بود یکی نبود. تو زمانهای خیلی دور یه بازرگان دانا بود. این بازرگان دانا یه طوطی خوشگل داشت. طوطی که همیشه توی یه قفس طلایی زیبا آواز میخوند و بازرگان از شنیدن صدای این طوطی خیلی خوشحال میشد. یه روز بازرگان تصمیم گرفت بره سفر به یه کشور دور، به هندوستان. قبل از رفتن از خانواده‌ش و خدمتکاراش پرسید کسی پیغامی نداره که من به هند ببرم؟ طوطی گفت ای بازرگان مهربون، اگه رفتی هند و طوطیای اونجا رو دیدی بهشون بگو من از توی قفس بهشون سلام رسوندم، خیلی دوستشون دارم. به من چه پیامی دارن اونا؟ بازرگان گفت باشه طوطی جون، حتما. وقتی به هند رسید توی یه باغ پر از درختای بلند و پرنده های رنگارنگ داشت قدم میزد. همینطور که داشت قدم میزد و از منظره درختها لذت میبرد، چشمش به چند تا طوطی آزاد افتاد. پیام طوطی خودش رو یادش اومد و برای طوطیا گفت. تا که پیام طوطی رو گفت، یهو یکی از اون طوطیا با شنیدن پیام از درخت افتاد رو زمین. افتاد و دیگه هم بلند نشد. بازرگان خیلی ناراحت شد. وقتی برگشت خونه قصه رو برای طوطی همونطوری تعریف کرد. تا که قصه رو گفت و تموم شد، همون لحظه طوطی ساکت شد، چشماشو بست و افتاد کف قفس. بازرگان گریه کرد، زاری کرد و گفت ای وای طوطی مرد، اونم از ناراحتی دوستش دق کرد. در قفس رو باز کرد، طوطی رو از اونجا در آورد بیرون. تا که در آورد بیرون و گذاشت رو زمین، طوطی پرواز کرد و رفت نشست روی یه شاخه درخت و گفت اون طوطی به من یاد داد که اگه میخوام آزاد بشم باید خودمو به مردن بزنم. و بعد پر کشید و رفت. بله بچه ها، گاهی وقتا برای اینکه آزاد بشیم باید از بعضی چیزا دل بکنیم، حتی اگه اون چیزا خیلی قشنگ باشن. امیدوارم که از قصه امشب لذت برده باشید. تا شبی دیگه و قصه دیگه. خدا نگهدار کوچولوهای قشنگم.